از دوست عزیز و رفیق مبارز چیا محمدی از پارت آزادی کردستان خواهش داریم که تشریف بفرمایند. سلام علیکم. دوستان گرامی، در کمیته هماهنگی اولین کنگره سازمان ملی آزادی بخش اهواز هست. با درودهای گرم و صمیمانه دوستان گرامی، از جانب خود و اعضای رهبری و هم مبارزین صفوف پارت آزادی کردستان مراتب تبریک خود را به مناسبت انعقاد کنگره و در چهارمین سال تأسیس و برگزاری اولین کنگره سازمان ملی آزادی بخش اهواز به مردم سربلند اهواز، احزاب و سازمان‌های مبارزین ملت تبریک می‌گوییم. ما آرزومندیم کنگره در تمامی برنامه‌های پیشرو و دستاوردهای این همایش برای رهایی مردم اهواز از زنجیر رژیم اشغالگر ایران و نیل به آرمان‌های انسانی و رسیدن به آزادی و استقلال ملی موفق و پیروز باشد. پارت آزادی کردستان ضمن اعلام حمایت از مبارزه حق طلبانه‌تان بر ضرورت ادامه روابط دوستانه فیما بین تأکید می‌ورزد. مستحکم باد اتحاد ملت‌های تحت ستم اشغال ایران با تبریک فراوان پارت آزادی کردستان، نمایندگی اروپا.